حدود 1.5 سال پیش یه جلسه مشاوره داشتم با یه خانومی که اصرار داشتن من فقط و فقط میخوام برم کانادا. بهشون پیشنهاد دادم چون تعداد دانشگاه‌های کانادا محدوده، میتونید 1 یا 2 تا کشور دیگر رو به صورت موازی اقدام بکنید تا شانستون برای مهاجرت بیشتر باشه. اما قبول نکردن. یه سری چالش‌ها داشتن توی رزومه‌شون، مثل اینکه گپ تحصیلی داشتن، مقاله نداشتن و موارد دیگه‌ای که در پایان جلسه بهشون یه سری نکات گفته شد. بعد از چند ماه پیام دادن که من رزومم رو تقویت کردم، الان میخوام از خدمات بیشتری از مجموعتون استفاده بکنم و همچنان اصرار داشتن که من فقط میخوام برم کانادا. با توجه به شرایطشون دوره کاسپاروف رو بهشون پیشنهاد دادیم که بعد از گذشت چند ماه نتونستن یه پذیرش از کانادا بگیرن، بلکه 3 تا پذیرش از کانادا گرفتن. میخوام بگم هر کسی که مهاجرت میکنه یه قصه متفاوتی رو میتونه بگه و داره قطعا. کاسپاروف هم یه کاتالیزوره، میتونه شما رو سریعتر، ارزونتر و مطمئنتر به مقصد برسونه. اما بدون کاسپاروف هم میتونید. باقی اطلاعات پروندهشون رو توی کپشن گذاشتیم، حتما بخونید.